جزئیات خفن پابجی. هر موقع صحبت از گرافیک و جزئیات میشه، این دوتا گیم یعنی پابجی موبایل و کال آف دیوتی با هم دیگه مشکل دارن. اما من اینجام که یک سری جزئیات خیلی خفن از پابجی بهتون نشون بدم، پس تا آخرین پست ما همراه باشید. مورد اول، نفربر پابجی. شما اگه داخل پابجی موبایل با نفربر وارد آب بشید، میبینید که از پشتش یه دریچه باز میشه و داخلش یه پروانه قرار داره که شما میتونید به کمک همین پروانه با نفربر داخل آب حرکت کنید. همچنین شما اگه نفربر رو از زاویه جلو هم نگاه کنید، میبینید که وقتی وارد آب میشه، از جلوش یه وسیله میاد بالا که میتونه نفربر رو روی آب شناور نگه داره. یه نکته جالب دیگه که در مورد این نفربر وجود داره اینه که وقتی که شما نفربر رو به سمت جلو حرکت میدید، پروانه ها به سمت چپ میچرخن. ولی اگه شما تو همین لحظه تصمیم بگیرید که با نفربر به سمت عقب حرکت کنید، میبینید که پروانه ها به سمت راست گردش میکنن. مورد بعدی در مورد دوچرخه پابجی موبایله. وقتی که شما دو ترک سوار دوچرخه پابجی موبایل هستید، وقتی که سرعتتون پایینه، کاراکتری که ترک دوچرخه نشسته دستشو میندازه دور کمر کاراکتری که داره دوچرخه رو میرونه. ولی اگه سرعت دوچرخه رو زیاد کنید، میبینید که کاراکتر عقبی دستشو از دور کمر کاراکتر جلویی برمی‌داره و از زین دوچرخه میگیره. مورد بعدی در مورد موتور پابجی موبایله. شما وقتی که با موتور پابجی موبایل دارید حرکت میکنید، وقتی که ترمز میکنید، میبینید که کمک فنرهای جلو جمع میشه. این حجم از جزئیات واسه گیم موبایلی فوق العاده است. حالا تو هم نظرت واسه من توی کامنت ها بنویس که آیا جزئیات پابجی موبایل زیاده یا جزئیات کال آف موبایل. واسه دیدن آموزش‌های بیشتر پیشنهاد میکنم که حتما پیج منو فالو کنی.